وقتی که میگیم العلماء ورثة الانبیاء، علما جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ولی ما امروز از وراثت پیامبر چه ساختیم؟ وارث پیامبر بودن یعنی این مردم بیاید دست ما را ببوسد، مردم به ما خود را خم بکنند، مردم به خدمت ما باشد، مردم ما را تعظیم بکنند، مردم دنیای ما را آباد بسازند. پیامبر رحمت لباس کهنه می پوشد تا امتش در رفاه و آسایش نفس بکشد. ما چپنهای با ارزش و قیمتی می پوشیم، لباسهای فاخر و فیشنی می پوشیم، از جیب مردم به بهانه علم و دعوت به خود قصر و تعمیر و دنیا آباد می کنیم. بعد شعار میتیم، افتخار میکنیم ما وارث پیامبریم. پیامبر رحمت فکر جهانی و بین المللی داشت. ما امروز با کدام فکر کوچک به چی مسائل پرداختیم؟ ما امروز به گود مارنینگ، به چاشت بخیر و صبح بخیر، به فوتسال و فوتبال، به این که جوان چی کار میکنی و چی نمیکنی پرداختیم. والله جوان ملامت نیست، امروز مسلمان ملامت نیست، ما ملامتیم. ما چی کار کردیم برای دستگیری جوانی که کار ندارد، اقتصاد ندارد، ازدواج نمیتواند، به کشورهای اجنبی و بیگانه صحت و سلامتی، شرم و حیا، همه ارزشهایش را از دست میدهد. ما برای جوان چه کار کردیم؟ پیامبر خب به فکر امت بود، پیامبر به فکر بشریت و انسانیت بود. ما امروز به خود ما پرداختیم. امروز چقدر به سادگی شعار میدهیم و دل خوش میکنیم و همه با افتخار خودمان را مصداق این حدیث رسول علیه السلام قرار میدهیم. العلماء ورثة الانبیاء، علما وارثان انبیاء علیهم السلام هستند. بله بدون شک علمای ربانی، علمای حقانی، علمای مخلص، علما و دانشمندانی که تمام عمر و وقت و داشته هایشان را وقف خدمت به دین الله جل جلاله نمودن، قطعا جانشین و وارث پیامبر علیه السلام هستند. اما زیر این چتر قرار گرفتن زحمت و ریاضت و عمل و تقوا و همان بینش و بصیرت و حکمت و درایت و تفقه و دقت علم میخواهد. نه مثل منی بیچاره، ما عالم نیستیم. عالم و فقیه در پرتب دین و شریعت از خود تعریف دارد، از خود شرایط دارد. می شود ما را گفت خطیب، دعوتگر، متکلم که سخن دین را در حد توانمان برای مردم و مسلمان ها می رسانیم. وقتی که میگیم العلماء ورثة الانبیاء، علما و دانشمندان وارثین و جانشین انبیاء علیهم السلام، علما جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر رحمت سعی صدر داشت، پیامبر رحمت تواضع و شکستگی داشت، پیامبر رحمت فکر جهانی و بین المللی داشت، پیامبر رحمت صداقت و عدالت داشت، پیامبر رحمت پاکدلی و مهربانی و دلسوزی و همدردی داشت، پیامبر رحمت اخلاق زیبا و کریمانه داشت، پیامبر رحمت و مهربانی ها تقوا و پرهیزگاری و عبادت صادقانه و خالصانه داشت. پیامبر رحمت لباس کهنه می پوشد تا امتش در رفاه و آسایش نفس بکشد. ولی ما امروز از وراثت پیامبر چه ساختیم؟ وارث پیامبر بودن یعنی این مردم بیاید دست ما را ببوسد، مردم به ما خود را خم بکنند، مردم به خدمت ما باشد، مردم ما را تعظیم بکنند، مردم دنیای ما را آباد بسازند. ما چپنهای با ارزش و قیمتی می پوشیم، لباسهای فاخر و فیشنی می پوشیم، از جیب مردم به بهانه علم و دعوت به خود قصر و تعمیر و دنیا آباد می کنیم. بعد
در هوای سر پیش بخاری گرم، در هوای گرم زیر ایسی خوابه، با چند کلمه روی منبر بعد شعار میتیم، افتخار میکنیم ما وارث پیامبریم. همسایه ما از گرسنگی جان میده، 4 مسلمان بیچاره‌ای که با آبله دست لقمه نان پیدا میکند در سردی هوا میلرزد. پیامبر خب به فکر امت بود، پیامبر به فکر بشریت و انسانیت بود. ما امروز به خود ما پرداختیم. والله اگر ما به این حالت بریم به سوی رب العزت و الجلال در فردای قیامت به نزد محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سرافکنده هستیم. ما آبرو عزت نداریم سر بلند بکنیم که یا رسول الله ما امت تو هستیم. پیامبر به خاطر دین فرق مبارک خونین شد، دندان مبارک شکست، کفش مبارک پر از خون شد، از سرزمین و خانه و کاشانه ایشان اخراج و تبعید شدن. ما به خاطر دین چه کشیدیم، چه دیدیم؟ تا هنوز به خاطر دین توهین نشدیم، تا هنوز بینی ما خون نشده است. ما تحمل 4 توهین دین ستیز را نداریم. ما امروز با کدام فکر کوچک به چی مسائل پرداختیم؟ ما امروز به گود مارنینگ، به چاشت بخیر و صبح بخیر، به فوتسال و فوتبال، به این که جوان چی کار میکنی و چی نمیکنی پرداختیم. والله جوان ملامت نیست، امروز مسلمان ملامت نیست، ما ملامتیم. ما چی کار کردیم برای دستگیری جوانی که کار ندارد، اقتصاد ندارد، ازدواج نمیتواند، به کشورهای اجنبی و بیگانه صحت و سلامتی، شرم و حیا همه ارزشهایش را از دست میدهد. ما برای جوان چه کار کردیم؟ کدام راهکار سازنده برای خوب شدن جنبه اقتصادی مردم، کاروبار مردم، آرامش مردم، جز این که به گفته حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قلقله کردیم، شعار دادیم، خود را به نمایش گذاشتیم، خود را مطرح کردیم، گفتیم که خوب سخنران و دعوتگریم. ما دیگه امروز چه کار کردیم؟ انتظار داریم همه کار را باید نظام بکنند.